بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بزرگوارانی که مخاطب این فایل ویدیویی هستن. خیلی خوشحالم از اینکه از طریق این بستر این فرصت رو دارم که در خدمت شما باشم در خصوص نرم افزار آر و کاربرد اون در تحلیل‌های آماری ارائه مطلب کنم. در جلسات قبل و در محتواهای دیگر ما نرم افزار آر رو معرفی کردیم، داده رو تعریف کردیم، انواع داده رو مشخص کردیم، ساختار دیتا رو مشخص کردیم و به این نکته پرداختیم که ساختارهای دیتا چگونه میتونن به هم تبدیل بشن. به مهمترین ساختار دیتا فریم پرداختیم، در خصوص اون کمی توضیح دادیم و به عبارتی مقدمات این نرم افزار رو فرا گرفتیم. در این بخش سعی می‌کنیم که در مورد ساختارهای کنترلی صحبت کنیم. در نرم افزار آر برای پردازش اطلاعات و پرداختن به داده ها ما میتونیم برخی از ضوابط و ساختارهایی رو تعریف کنیم و بر اساس اونها فرایند خاصی و پردازش خاصی روی دیتای خودمون پیاده کنیم. این موضوع در منابع و نظر و محتواهایی که برای نرم افزار آر منتشر شده تحت عنوان ساختارهای کنترلی شناخته میشه. اگر بخوایم مهمترین ساختارهای کنترلی رو نام ببریم، این سه موردی است که ملاحظه میکنید. ساختار اول if else هست. همونجور که از اسمش مشخصه این یک ساختار شرطی است. if به معنای اگر و else به معنای دیگر. در این ساختار اگر یک اتفاق خاصی رخ بدهد یک پردازش معینی صورت میگیره، در غیر این صورت پردازش دیگری رخ خواهد داد. بنابراین این تابع یک تابع شرطی است که ما در اون شرایطی رو معین میکنیم که اگر محقق باشه یک مسیر انتخاب میشه، اما اگر محقق نشه مسیر دیگری انتخاب و اجرا میشه. ساختار بعدی for loops هست. به این معنا که ما در یک چرخه و در یک لوپ مجموعه فعالیت هایی رو انجام میدیم و پردازش هایی رو روی دیتا صورت میدیم. ساختار بعدی while loops هست و به این معنا است که اون چرخه‌ای که صحبت شد و اون مجموعه پردازش هایی که صورت میگیره تا یک جای ادامه داره و این وایل به اون اشاره میکنه. بنابراین یک حلقه، یک فعالیت هایی که از مرحله یک شروع میشه تا مرحله نهم میره و مجددا برمیگرده از اول رو ما در این ساختار داریم، با این تفاوت که در اینجا ما یک شرطی رو مشخص میکنیم که اون لوپ ما تا کجا ادامه داشته باشه. توی این بخش راجع به این سه ساختار صحبت خواهیم کرد و کاربردهای اون رو در بحث تحلیل داده و کار کردن با دیتا فریم ها با هم مرور خواهیم کرد. خب بریم سراغ ساختارهای کنترلی در نرم افزار آر و کاربرد اون در تحلیل های آماری. اگر پیشتر تجربه کار با نرم افزار رو ندارید و پیش نیازها و اصول و منطق اون رو اشراف ندارید، توصیه میکنم که به بخش های دیگری که ما به این موضوعات پرداختیم مراجعه کنید و بعد از اینکه آشنایی ابتدایی با این نرم افزار پیدا کردید به سراغ این قسمت بیایید. خب بریم سراغ نرم افزار. من مجموعه کدهایی رو برای شما آماده کردم که این ساختارها رو در اینجا توضیح میدم و مثالهایی که بر روی دیتا انجام میدم این فایل رو در اختیار شما قرار میدم و شما میتونید با تمرین و تکرار اشراف پیدا کنید به این ساختارهای کنترلی. اولین ساختار کنترلی ساختار if else هست. من اینجا پیش از این که به این کد برسم میخوام اصل تابع رو و دستور رو برای شما نمایش بدم. ببینید if else رو که
اینجا وارد کنیم، میبینیم که در راهنماش هم به ما میگه که دارای چه دستور و چه ساختاریه. در قسمت اول ما باید شرایط رو براش تعیین کنیم، یعنی اون ایفه، اون شرطه باید براش مشخص باشه. اگه اون شرط محقق بشه، نرم افزار این رو به عنوان ترو میشناسه و وقتی که ترو شد قسمت دوم رو اجرا میکنه و اگر فالس شد، یعنی شرط محقق نشد، قسمت سوم رو اجرا میکنه. بنابراین این دستور از 3 بخش اصلی تشکیل شده که هر کدوم با کاما از هم جدا میشن. اولی شرایط، دومی اگر ترو یا اگر شرط محقق شد و سومی اگر شرط محقق نشد. و هر آنچه که ما اینجا وارد کنیم نرم افزار اون کار رو برای ما انجام خواهد داد. حالا این رو در قالب یک مثال بگیم. فرض کنید من یک متغیر تعریف میکنم به نام نامبر و اون رو مساوی با -5 قرار میدم و از طریق ساختار کنترلی if else بهش میگم که اگر این نامبر من بزرگتر از 0 بود، پس شرطم اینه که بزرگتر از 0 باشه. اگر این اتفاق افتاد این کار رو انجام بده. این کار یعنی اینکه پرینت کن این مقدار رو، این عدد مثبت است، درست؟ و یا اگر else بود، این بخشی از دستور ماست، اگر این شرط محقق نشد، شرطمون بزرگتر از 0 نشد، بیا پرینت کن این مطلب رو، این عدد مثبت نیست یا منفیه. خب این کار رو انجام میدیم، نامبر رو یه مرتبه دیگه تعریف میکنیم براش. دستور if رو که اجرا کنیم به ما میگه که این عدد مثبت نیست یا این عدد منفیه. خب مشخصه که عدد ما منفیه. اگر اینو تغییر بدیم، به 5 قرار بدیم، مجددا ران کنیم و دستور if else به من میگه که عددی که وارد کردیم مثبت. این بنیادی ترین و در واقع ابتدایی ترین ساختار if و else هست که در نرم افزار R به کار برده میشه. خب بریم سراغ ساختار بعدی، ساختار for loop. همونجوری که در ابتدای ویدیو خدمت شما عرض کردم، یک حلقه ای از فعالیت ها رو انجام میده و تا زمانی که در واقع اون فور وجود داشته باشه اون لوپ هم وجود خواهد داشت. ببینید در این مثالی که من اینجا آوردم گفتم که برای در واقع آی هایی که این آیی که اینجا تعریف شده در بازه 1 تا 5 هستن، یعنی فور ما اینجوری تعریف شده، یعنی برای اعدادی که از 1 تا 5 هن. درست؟ چیکار کنه؟ اون لوپه چیه؟ اینی که آی رو پرینت کنه و مقدار آی رو به ما نمایش بده. من اینو اگر اجرا کنم میبینیم که آی اولی 1 رو پرینت میکنه، درست؟ میاد این یک مرتبه این حلقه انجام شد، پرینت صورت گرفت، برمیگرده مجدد از اول میره سراغ آی دوم که 2 باشه، میاد 2 رو پرینت میکنه و همینجور الی آخر تا 5. به دلیل اینکه فور رو ما براش 1 تا 5 تعریف کرده بودیم. حالا اگه اینو تغییر بدم بزنم 15، خب از 1 تا 15 رو برای من تعریف میکنه. پس بنابراین برای یک فور خاص یک فعالیت خاص رو انجام میده که در اینجا پرینت. این توضیح خیلی ابتدایی در مورد این ساختار کنترلی. اما وایل، همونجوری که گفتم وایل هم مشابه فور هست، ولی با این تفاوت که ما میتونیم براش مشخص کنیم تا کجا این کار رو انجام بده و همونطور که این
توی ساختار اینجا میبینید من دستور وایل رو که وارد کنم بهش میگم اون شرط چیه، یعنی تا کجای چیه. بهش میگم آی کوچکتر مساوی با 5 باشه، یعنی تا مادامی که آی کوچکتر مساوی با 5 باشه این لوپ تکرار میشه. حالا لوپ شامل چیه؟ اون چیزی که بعد از این دستور میاد. ببینید اینو من جدا کنم. این اون فعالیتی که ما ازش خواستیم. گفتیم اول آی رو پرینت کن، اون رو که پرینت کردی بیا آی رو تعریف کن. تعریفش چیه؟ اینی که همون آی رو به اضافه 1 کن. درست؟ حالا ببینیم خروجی چیه. من میام اول آی رو تعریف میکنم، وایل رو ران میکنم، میبینیم که از عدد 1 تا 5 رو برای من پرینت کرده. به چه صورت؟ اول آی رو در نظر گرفته، اومده گفته این آیا کوچکتر از 5 هست؟ خب هست. رفته توی لوپ آی رو پرینت کرده. آی چند بوده؟ 1 بوده. خب 1 رو زده اینجا. اومده بعدی یه دونه به آی اضافه کرده، مجدد توی آی ذخیره کرده. آی چند شده؟ شده 2. اومده پایان لوپ برگشته از اول 2 رو چک کرده، گفته آیا 2 دوباره کوچکتر از 5 هست؟ گفته هست. رفته مجدد لوپ رو تشکیل داده تا عدد 5. به 5 که رسیده 5 رو پرینت کرده، آی رو به اضافه 1 کرده، یعنی شده 6. برگشته از اول، دیگه این وایل وجود نداشته، یعنی اینکه دیگه آی کوچکتر مساوی با 5 نبوده، بنابراین لوپ رو اینجا متوقف کرده. با این حساب الان اگر ما آی رو فراخوانی کنیم به عدد 6 میرسیم. اینجا من آی رو انتخاب میکنم، رام میکنم، عدد 6. اینجا هم میبینید همون عدد وجود داره. حالا به جهت یادآوری من برای ران کردن از دستورهای ترکیبی کنترل و اینتر استفاده میکنم. خب حالا این ساختارها رو ما توی تحلیل نرم افزار به چه در واقع طریق میتونیم استفاده کنیم؟ مسلماً این کاربردهایی که من گفتم در تحلیل‌های آماری خیلی مطرح نیست و صرفاً برای این بود که من منطق رو برای شما توضیح بدم. چند تا کاربرد رو برای شما آوردم که اینها معمولاً استفاده میشه در مواجهه با دیتا و پرداختن به اون که اینها رو مرور میکنیم. اول بریم سراغ if else. ببینیم if else کاربردش در تحلیل آماری چیه. من میخوام یک دیتا فریم رو به وجود بیارم که دستورش اینجا شما ملاحظه میکنید. گفتم دیتا رو از طریق این دیتا فریم برای من تعریف کن. فقط چون این مورد رو توی قسمت قبل توضیح ندادم، ما برای اینکه بیایم وکتور خودمون رو تولید کنیم میریم سراغ احصاء اعداد تصادفی از طریق این دستور سامپل. و همونجور که ملاحظه میکنید توی توضیحاتش گفته اول x چیه، یعنی میخوای توی چه بازه‌ای باشه، بازه نمراتی که عدد تصادفی از من میخوای چیه. بعد گفته چه اندازه‌ای میخوای، تعدادش چیه. بعد گفته آیا میخوای اینا تکراری باشن، ریپلیس باشن یا نه، که من اینها رو برای اینجا مشخص کردم. گفتم در بازه 40 تا 90 50 تا عدد به من بده و ریپلیسش رو هم ترو گذاشتم، یعنی گفتم ایرادی نداره. از این طریق وکتور به وجود میاد. دیتا فریم هم به همون طریق توضیحاتی که پیشتر دادیم تولید میکنیم. دیتا فریم ما به وجود میاد. خب من تو این دیتا فریم میخوام از این دستور استفاده کنم و مشخص کنم که دانش آموزها آیا در این نمره امتحان و این متغیر اگزم اسکور من پذیرفته شدن یا نه. یعنی دانش آموز 1 که 46 گرفته یا پاس شده یا پاس نشده. این به هر جهت برای من میتونه محل توجه باشه. خب از دستور if else استفاده میکنیم. اول از همه باید یک سطحی رو تعیین کنم که اون نقطه برش من برای پاس شدن یا پاس نشدن باشه. خب عدد 60 رو براش تعریف میکنم، درست؟ و بهش میگم این آستانه پس شدنه. اینجا وارد شد.
حالا میام سراغ if و else. برای اینکه پس شدن یا نشدن رو تعریف کنم یک ستون جدید ایجاد میکنم و اسمشو میذارم پس و فیل. از طریق این دستوری که قبلا توضیح دادیم ستون رو به وجود میارم و اون رو مساوی قرار میدم با این if else. بهش میگم که اگر تو این دیتای من، درست این دیتا توی ستون اگزم اسکور من بزرگتر مساوی با پسینگ ثرشولد بود، یعنی اینکه از این حد تسلط من بیشتر بود، یعنی شرط اینه، درست؟ اگه این شرط محقق شد چیکار کن؟ بزن پس، اگه محقق نشد بزن فیل، درست؟ اینو که اجرا کنیم، رام میکنیم، میریم توی دیتای خودمون، میبینیم که یک ستون جدید ایجاد شد. 46 کمتر از 60 بود، فیل شده. 68 بیشتر بود، پس شده و همینجور الی آخر این کار رو انجام داده. حالا به جهت اینکه شما منطق کار رو بیشتر متوجه بشید، حالا برای خودتون سعی کنید که اینها رو خیلی کنجکاوانه پیگیری کنید. مثلا من اون شرط خودم رو اگر ران کنم، ببینید اینجا چه اتفاقی میفته. اینجا به من ترو فالس میده، درست؟ یک وکتوری از ترو فالس ها و به این میگه که درایه اولی فالسه، یعنی اینکه برای ردیف اولی فالسه، برای ردیف دومی تروه، برای ردیف سومی فالسه. اگه فالس باشه اینو میزنه، دومی رو میزنه. اگه ترو باشه اولی رو ذخیره میکنه. بنابراین این یکی از ساده ترین کاربردهایی است که برای if else به کار برده میشه. خب حالا از این دستور هد هم میتونیم استفاده کنیم برای اینکه ابتدای داده های خودمون رو ببینیم. ببینید تا عدد 6 رو، تا ردیف 6 رو برای من نشون داد که حالا ما از طریق دیگری بهش دسترسی داشتیم. اما کاربرد دیگری که میشه از این ساختار داشت مدیریت کردن داده های پرته. شما احتمالاً اینها رو شنیدید که در تحلیل های مختلف در واقع ما میبایست برای داده های پرت و در واقع اوتلایر ها مجموع اقداماتی انجام بدیم. خب برای اینکه این کار رو انجام بدیم ابتدا میبایست اینها رو مشخص کنیم و برای مشخص کردن میتونیم از این دستورهای if و else استفاده کنیم. توی مثالی که من براتون آماده کردم، خب اول یک وکتور میسازم که با همون در واقع تولید تصادفی. فقط ببینید اینجا الان چیزی که دوباره اضافه شد، سمپل رو که بالا توضیح دادم چی کار میکنه. خب این سمپل رو گذاشتم کنار یک سری مقادیر دیگه، یعنی عدد وارد کردم. خود نرم افزار 40 تا عدد اینجا تصادفی در میاره برا من. خودم هم چند تا دادم، گفتم یه دونه 150، یه دونه 32، یه دونه NA که حالا در واقع مقدار غیر موجود باشه یا در واقع مقادیر نال، و یه دونه هم 78. گفتم این بردار رو برای من بساز. من اینو که ران کنم ببینید بردار رو از 43 خودش 40 تا عدد تصادفی در آورده و اینم اون چیزایی است که من دقیقاً براش مشخص کردم. گفتم اینا رو حتما میخوام، درست؟ حالا اگر یه دفعه دیگه اینو اجرا کنم و بردارم رو باز کنم نشون بدم، میبینیم که اعداد تغییر کردن. 43 بود اولیش، اینجا تبدیل به 77 شد. به دلیل اینکه این سمپله داره اینجا کار خودشو میکنه، داده‌های تصادفی تولید میکنه. حالا به هر صورت این وکتور رو که تولید کردم، میرم دیتا فریم خودم رو هم آماده میکنم به این صورت که یه ستون تعریف میکنم به عنوان student ID که از شماره 1 تا 44، یه دونم exam score و این وکتور رو بهش معرفی میکنم، میگم این دیتا فریم رو برای این اساس بساز. خب این کار انجام شد. حالا فرض کنید که این آزمون من بازه نمرات 0 تا 100 داره، یعنی اگر یک نمره بیشتر از 100 بود این داده پرت حساب میشه و ممکنه به یه دلیلی در واقع اتفاق افتاده باشه، حالا خطای ورود اطلاعات داشتم یا هر مسئله دیگری که در داده رخ داده و اگر کمتر از 0 هم باشه به عنوان داده پرت شناخته میشه. ما عدد منفی که در یک آزمون 0 تا 100 نمیتونیم داشته باشیم.
میخوایم این کار رو انجام بدیم با استفاده از این ساختار کنترلی. خب لازمه که اول حد و در واقع اون برشی که برای کمینه نمرات هست مشخص کنیم که اینجا تحت عنوان لاور لیمیت آوردم. گفتم آقا از 100 رو براش تعریف کردم. گفتم آستانه پایین 100، آستانه بالا یا کرانه بالا رو 0 ببخشید، کرانه بالا رو براش 0 تعریف میکنم. اینجا ببینید یک عدد تعریف شد. خب حالا میرم سراغ ایف و الس خودم. خب من میخوام این رو توی دیتا فریم خودم ذخیره کنم، براش مشخص کنم، بگم آیا این داده اوتلایر هست یا نیست. پس بنابراین باید یه ستون جدید ایجاد کنم که از این طریق این کار رو انجام دادم. گفتم دیتا، این دیتا فریم منه، ستون جدید رو اینجوری تعریف کن، اسمش هم بذار ویزین رنج، یعنی اینکه آیا در رنج هست یا نه، و این ستون جدیدی که ایجاد کردی رو برابر با این ایف الس قرار بده. درست؟ حالا اجازه بدید من اینها رو جدا کنم. اینم گفتیم که با این اینتر زدنه اینها به خط بعدی منتقل میشن و فهم ما رو ساده تر میکنن. خب قسمت اول شرط ما این تیک است، قبل کاما ماست، اولین کاما. درست؟ اما اینجا بین اینا ما یه علامت گذاشتیم و این به معنای یا تعبیر میشه. میخوایم مجموعه ای از شروط رو مشخص کنیم، نه یک شرط خاص. میخوام بگم 3 تا شرط اگه اتفاق افتاد با هم نه، یا بینشونه، در واقع اور بین این هاست. یعنی اگر این اتفاق افتاد اولی رو اجرا کن. خب اگر این اتفاق افتاد باز دوباره اولی رو اجرا کن. اگر هم این اتفاق افتاد مجدد اولی رو اجرا کن. در غیر این صورت هیچ کدوم از اینا اتفاق نیفتاد، بیا دومی رو اجرا کن یا همون فالس رو اجرا کن. خب شرط اول من چیه؟ گفتم is NA. ببینید دستور اینه. خب حالا این دستور هم چون دستور جدیدیه از طریق F1 ما میتونیم اینجا راهنماشو دریافت کنیم. میگه not available یا missing value، یعنی اینکه میسینگ باشه، موجود نباشه، در واقع مقدار خالی باشه. این شرط ماست و ازش میخوام که این شرط رو روی یک ستون خاصی اجرا کنه. اون ستون چیه؟ ستون اگزم اسکور دیگه، به دلیل اینکه دیتای من که اینجا بود 2 تا ستون داشت. من فقط میخوام شرطم رو روی این اجرا کنم، بنابراین ستون رو این شکلی براش تعریف میکنم، میگم این رو فقط برای این ستون اجرا کن. شرط بعدی چیه؟ شرط اینه که تو فایل دیتا اگزم اسکور من کوچکتر از حد پایین باشه، یعنی کوچکتر از 0 باشه. این میشه شرط دوم. اگه کوچکتر باشه یعنی اوتلایر. و شرط بعدی من که اگه محقق بشه اوتلایر میشه اینه که در این فایل دیتا در ستون اگزم اسکور بزرگتر از آپر لیمیت باشه. آپر لیمیت رو چی تعریف کرده بودیم؟ اینجا مشخص کردیم، گفتیم بزرگتر از 100 باشه. حالا من اینو اگه اجرا کنم برای ردیف هایی که این شروط اتفاق افتاده اوتلایر میزنه، برای ردیف هایی که اتفاق نیفتاده ویزین رنج میزنه. این رو اجرا میکنیم. خب خطایی نداشت. میریم توی دیتای خودمون میبینیم که یک ستون جدید اضافه کرده و برام مشخص کرده که آیا ویزین رنج هست یا نیست، به دلیل اینکه این هیچ کدوم از اینها بیشتر از 100 یا کمتر از 0 نبودن، همه ویزین رنج شدن به جز موردی که اینجا ملاحظه میکنید. ببینید یه دونه NA داشتیم که اوتلایر تشخیص داده شده به دلیل اینکه یکی از شرط های من بود و ترو شد، و یه دونه 150 داشتیم که باز مجدد اوتلایر شده به دلیل اینکه بیشتر از 100 بود. بنابراین از این 3 شرطی که من اینجا آوردم یه ردیف رو اینجا ترو کرده و یک ردیف هم اینجا ترو شده. درست؟ حالا شما اگر خواستید کنجکاوانه عمل کنید هر کدوم از این شرط ها رو که اجرا کنید نشون میده که اون ردیف ها یا ترو بوده یا فالس. خب
این هم که از بحث پرینت دیتا، حالا میتونیم از این طریق هم ببینیم. اما کاربرد دیگری که برای این ساختار کنترلی وجود داره طبقه بندی و دسته بندی کردن اطلاعات و داده هاست. فرض کنید شما یک متغیری رو اندازه‌گیری کردید به نام استرس و میخواید این رو در طبقه های مختلفی تعریف کنید. فرضاً فردی نمره استرس اون 10 بوده، حالا میخواید یه لیبل بهش بدید، بگید این 10 کم، زیاد، متوسطه یا به چه طریقه، طبقه بندیش کنید و این توصیفی رو ازش ارائه کنید. خب میریم سراغ مثالی که اینجا آوردم. به همون صورت یک داده تصادفی در میارم، دیتا فریم خودم رو میسازم. اینجا میام برشی رو که برای در واقع استرس پایین هست رو تعریف میکنم. فرضاً میگم عدد 3. اینجا دقت کنید من توی داده‌های تصادفی 1 تا 10 رو در نظر گرفته بودم. حالا اینجا هم سعی میکنم توی همین رنج باشه دیگه. خب میگم اگر در واقع برش اینکه استرس پایین باشه 3 در نظر بگیر و اینکه متوسط باشه 7 در نظر بگیر. درست؟ من اینجا یه در واقع توضیح ثانویه‌ای برای این کار بدم. ببینید ما در واقع یک رنجی از نمرات داریم که از 1 تا 10 قرار داره و اومدیم اینجا یک آستانه هایی رو تعریف کردیم. یکی 3، یکی 7. منطق این کار اینه، من الان باید به نرم افزار بگم اون عدد رو نگاه کن، اگر کوچیکتر از 3 بود بزن لو. درست؟ اینو انجام بده. برو سراغ مابقی اعداد. اگر کوچکتر از 7 بود بزن مودریت یا در واقع حد متوسط و در غیر این صورت که این بازه اعداد من میشن بزن چی گفتیم اینجا؟ بزن های یا سطح بالا. این منطق رو و این در واقع صحبت رو میخوام براش تعریف کنیم. حالا نکته‌ای که اینجا وجود داره، من زمانی که میخوام این شرط رو براش تعریف کنم، خب بهش میگم اگر 7 بود، اگر کمتر از 7 بود بزن متوسط. کمتر از 7 خب مسلماً میشه اینجا، ولی من نمیخوام در واقع این تیکه رو در بر بگیره، میخوام این تیکه رو لو بزنه. بنابراین کافیه که ترتیب اینها رو رعایت کنم. یعنی اول تعیین تکلیف کنم این قسمت رو، این که تعیین تکلیف شد تمام، برم سراغ این قسمت، این رو تعیین تکلیف کنم و بعد بگم هرچی باقی موند رو دیگه های بزن. حالا این کار رو از طریق کد انجام میدیم. خب آستانه های در واقع کم و متوسط رو تعریف کردیم. میایم اینجا بهش میگیم که توی دیتا فریمی که اسمش دیتا هست یه ستون جدید بساز به نام استرس لول و اون رو مساوی قرار بده با یک ایف السی. ایف السی چی میگه؟ میگه اگر توی دیتا فریم دیتا ستون استرس رنج اون مقدار کمتر مساوی لو استرس بود بزن لو، یعنی همون منطقی که اینجا گفتیم. در غیر این صورت چیکار کن؟ بیا یه ایف الس دیگه اجرا کن. ببین این شرط اول اگه محقق شد اینو میزنه، در غیر این صورت چیکار میکنه؟ میره سراغ بخش بعدی. بخش بعدی رو هم من به صورت ایف الس تعریف کردم. گفتم اگه اون محقق نشد حالا بیا دوباره یه چیز دیگه رو بررسی کن. برو توی دیتا، برو توی ستون استرس رنج، ببین اگر کمتر از استرس متوسط بود که قبلا بهت گفتم 7، چیکار کنم؟ بزن متوسط، یعنی همون منطقی که اونجا توضیح دادم، متوسط رو بزن. در غیر این صورت بزن های و دیگه تمام. از این طریق اومدم یک ساختار کنترلی رو به کار گرفتم و داده های خودم رو طبقه بندی کردم. این رو که ران کنیم و به دیتای خودمون مراجعه کنیم میبینیم ستون جدیدی ایجاد شد. بر اساس همون دسته‌بندی ها طبقه بندی اطلاعات ما صورت گرفت. خب حالا یه پرینت دیتا هم اینجا گذاشتیم که اجرا میکنیم.
و همون مواردی است که اونجا هم دیدیم. اما برای ساختار فور لوپس ببینیم که از این ساختار برای چی میتونیم استفاده کنیم. ببینید همونجوری که از اسمش مشخصه و گفتم، اگه ما نیاز به یک سری حلقه های تکرار شونده داریم، خب بیایم سراغ این کار. و من میخوام توی این قسمت بحث تولید نمودارها رو بگم و هم نمودارهای کمی بپردازیم، هم که این حلقه های فور رو اینجا بیشتر توضیح بدیم. اول میخوام دیتا فریم هم رو بسازم. من میام یک بردار معرفی میکنم به نام سابجکتس که متشکل از 4 تا کاراکتره. خب این رو رام میکنم، ایجاد میشه. میام یک بردار دیگری رو میسازم که 4 تا 5 تا ماه رو در اون ذخیره کردم. خب و میرم سراغ ساخت دیتا فریم خودم و بر اساس یک ماتریس کار رو پیش میبرم. در مورد ماتریس ها هم توی قسمت دیگری توضیح دادیم. بهش میگم که ببینید دستورهای تو در تو اینجا داره هی بیشتر میشه و شما میتونید در واقع با دقت به اینها متوجه بشید که چه اتفاقی داره رخ میده. این دستور ماتریس اینجا دارم و ازش خواستم که یک نمونه تصادفی در بیاره از 100 تا 500، 20 تا برام عدد در بیاره، اگرم ریپلیس بشه اشکال نداره. تعداد ستون ها رو بهش گفتم در تعریف ماتریس خودم. خب گفتیم باید تعداد ستون رو بگیم. تعداد ستون رو گفتم تعداد آزمودنی ها. ببینید یک تابع رو اینجا آوردیم به نام لنس یا تعداد. گفتم هر مقداری که این بردار من طولش هست شما به همون تعداد بذار، حالا هر چقدر میخواد باشه. که اینجا من وقتی تعریف کردم سابجکت رو چند تاست؟ 4 تاست. درست؟ پس اینجا هم اگه اینو اجرا کنم عدد 4 رو به من میده، پس تعداد ستون رو 4 میزنه. و اومدم اینجا گفتم که ابعاد من چه اسمی داشته باشن. خب و در واقع هدرها رو اینجا مشخص کردم و یک لیست بهش معرفی کردم که این اتفاق رخ بده. حالا این رو که اجرا میکنیم یک df اینجا به وجود میاد. درست؟ که در واقع 4 آزمودنی است که من اینجا بهش معرفی کردم به دلیل اینکه اینجا گفته بودم بهش 4 تا آزمودنی و عنوانها رو هم بهش گفته بودم که همین اسامی آزمودنی ها یا همین اسامی بردار سابجکت رو بده و اون هم همین کار رو برای من انجام داده و این اعداد تصادفی رو تولید کرده و در واقع یک ماتریس برام ساخته و این ماتریس رو هم ستونی ساخته. خاطرتون باشه اگر اون محتوا رو ملاحظه کرده باشید گفتیم که دستور ماتریس به صورت دیفالت به صورت ستونی تکمیل میشه. حالا این ماتریس رو اومدن تبدیل کردم به یک دیتا فریم و اون رو در DF ذخیره کردم. خب این میشه از DF من و اینجا اومدم ماه رو بهش اضافه کردم. حالا البته این رو میشد به طریق دیگری هم اینجا آورد ولی خب به همون صورتی که قبلا هم گفتم توی DF یه ستون جدید بساز، اسمشو بذار ماه و بیا این رو تکرار کن. این در واقع رپ اینجا میاد بردار من رو تکرار میکنه و یک مرتبه هم تکرار میکنه. حالا میتونستم به طریق دیگر این کار رو انجام بدم، فرضاً همون بردار رو بیارم اینجا کپی کنم که همین اتفاق رخ میداد. خب بنابراین DF من تشکیل شد که 4 تا ستون داره، 5 تا ستون داره و میتونم کار رو
شروع کنم. حالا میرم سراغ دستورهای کنترلی که اینجا در مورد فور میخوایم صحبت کنیم. گفتم برای سابجکت ها توی سابجکت ها رو بالا گفته بودم. گفتم برای هر کدوم از این آزمودنی ها توی این بردار آزمودنی ها، یعنی برای تک تک اینها یه کاری رو انجام بده. چی کار انجام بده؟ بعد از اون دستور کنترلی میاد دیگه. خب حالا اون کاره میخوایم نمودار تولید کنیم دیگه. من اول اون کار رو توضیح میدم که چه اتفاقی داره اینجا رخ میده، بعد میریم دستور فور رو اجرا میکنیم تا ببینیم در واقع برای همه اینها چه اتفاقی رخ میده. اول از همه یک آی تعریف میکنم و مقدارش رو 0 قرار میدم. حالا این رو میگم چرا این کار رو میکنیم. اون مجموعه اقدامات به این صورته، میگیم آی رو به اضافه 1 کن. خب این کار رو انجام میده. آی 0 بود، اینجا آی میشه 1. اینو اجرا میکنم، میبینم که عدد 1 هست. میگم که یک متغیر جدیدی تعریف کن به نام ماه و اون رو از توی DF در بیار. DFی که همش نه، بلکه یک سلول خاص، بلکه یک بخش خاصی از اون. و همونطور که گفتم توی این کروشه ها ما میتونم آدرس سطر و ستون رو بدم بهش میگم که سطر تو بذار آی، درست، ستون تو بذار 5. آی من چنده؟ 1. ستون چنده؟ 5. اینجا مراجعه کنم ردیف 1، سطر 1، ستون 5. ماهش میشه چی؟ جانوری یا جن. و اینو که اجرا کنم این رو از DF در میاره، این مقدار رو برای من برمیگردونه. ببینید اجرا شد، خطا هم نداشت. این رو رام میکنم، میبینم که همون مقدار رو برای من اینجا ذخیره کرده. حالا چون میخوام یک نمودار بسازم، در این حلقه صحبت از نمودارها بود، یک مسیری رو باید براش معرفی کنم. بهش میخوام بگم که نمودارم رو در چه مسیری ذخیره کنه. این مسیر رو اینجا آوردم، بهش گفتم برو توی یوزر، توی دسکتاپ، توی فایل سیناپس، توی قسمت چارت و مانس رو به این مسیر اضافه کن. ببینید من میخوام نمودارم با نام همون ماه ساخته بشه، درسته؟ یه دونه ماه اینجا داشتم دیگه، میخوام بشه اسم نمودارم، بنابراین عین همون رو اینجا میارم. و برای اینکه این جا بگیره در مسیر خودم باید اینا رو با هم ترکیب کنم دیگه، یعنی این مسیر رو ترکیب کنم با ماه و آخرش هم یه در واقع GPG بذارم، در اینکه میخوام نمودارم رو به صورت با فرمت تصویر ذخیره کنم. برای این میام از این دستور استفاده میکنم، پیست 0 یا حالا پیست که یه صفری آخرش میاد. این دستور چیکار میکنه؟ بذارید خلاصه اینجا بگم. میاد مقادیر متنی مختلفی رو به هم میچسبونه. ببینید من یه مقدار متنی اولش براش تعریف میکنم، بهش میگم A، یه کاما میذارم، میگم این تیکه اول. بعدی رو بهش تعریف میکنم، میگم B، یه کاما میذارم، دوباره براش تعریف میکنم، میگم C. این دستور میاد همه اینها رو به هم میچسبونه و ببینید این خطا داد. چرا خطا داد؟ در این که اینجا من کاما نذاشتم، نقطه گذاشتم. اینو که اجرا کنم ABC رو به هم چسبوند، درست؟ و همون چیزی که من میخواستم، یعنی میخواستم یه پس بسازم دیگه، میخواستم یه مسیر تهیه کنم که نمودارم اونجا ذخیره بشه. حالا اینکه چرا 0 گذاشتیم اینجا، چون 2 تا تابع داریم دیگه، یه دونه پیست خالی هم داریم. ببینید اینجاست. اینکه چرا من از این 0 استفاده کردم شما بعداً مراجعه کنید، امتحان کنید، حتما دلیلشو پیدا میکنید که این 0 اینجا چیکار میکنه. در واقع 2 تا دستور مختلفن. خب از این پیسته خواستم این تیکه متنی رو به اضافه این عبارتی کنه که قبلا براش تعریف کردم، به اضافه یک عبارت دیگری که اینجا مورد نیاز من بوده. اینو که رام میکنم این پس من ساخته میشه. حالا بخوام ببینم چیه، خودشو رام میکنم. ببینید مسیری رو که من
براش تعریف کرده بودم اینجا به من نمایش میده. حالا میگم این مسیر، حالا بریم برای نمودار. ازش میخوام که یک تصویر بسازه. خب این دستور GPG میشه و اون تصویر رو توی پس ذخیره کنه، عرضش رو بذاره 800، طولش رو بذاره 600، در واقع یونتش هم بر اساس پیکسل باشه، کیفیتش هم رو 200 قرار میدم. حالا برید در واقع از قسمت راهنما میتونید جاهای دیگه‌اش رو هم ببینید، ولی کلیتش اینه که یک تصویر رو برای من ایجاد میکنه که اینجا با یه خطایی مواجه میشه. اون خطا هم اینه که نتونسته اون مسیر رو مشخص کنه. خب این نشون میده که من توی پس خودم دارای ایراد بودم. بذارید من مسیر رو بیارم. من بهش گفتم توی سیناپس که اینجا باشه. خب مسئله اینجاست که من چون فایل رو تغییر دادم باید توی S2 یه دونه فولدر بسازم، اسمشو بذارم چارت و اینجا بهش بگم رفتی توی سیناپس، بعد باید بری توی S2، بعد توی چارت و بعد از اون سرآخر آخرین عبارتی که میاریم نام نمودار و فرمت اون هست که الان این ایجاد شد. خب الان اگه بریم اونجا توی چارت میبینیم که یه تصویر به وجود اومد که این تصویر اصلا خالی هم هست، یعنی بازش هم کنید چیزی به ما نمایش نمیده. حالا ازش میخوام که یه نمودار بسازه و اون نمودار رو هم به صورت ستونی در نظر بگیره. این کدیه که برای ساخت یک نمودار ستونی هست تحت عنوان بار پلات و حالا بخش‌های مختلفی داره که نمیخوام خیلی بهش بپردازم، ولی بخش اول باید دیتا رو بهش بگم، درست؟ و موضوعی هم که هست حتما باید این دیتای به صورت ماتریس باشه. بالا ما این کار رو در واقع دیتا فریم داشتیم. من باید پس اینو تبدیل کنم. این میشه موضوعی که قبلا راجع بهش صحبت کردیم، تبدیل ساختارها. باید حتما این تبدیل صورت بگیره. حالا چی رو باید تبدیل کنه؟ میگیم DF رو ردیف I رو که آیمون چند بود؟ 1 بود و ستون 1 تا 4 رو، درست؟ 1 تا 4 ستونهای کدومه؟ 1 2 3 4 تا ستون داریم. ردیف 1 یعنی این 4 تا سلول رو برای من انتخاب کنم. من این تیکه رو که ران کنم ببینید، خب یه تیکه اضافه گرفتم، ببینید همون کار رو برای من در میاره و این رو تبدیل به یک ماتریس میکنه. این میشه دیتایی که نمودار بر اساس اون ساخته میشه. این بخش نشون میده که من که نمودار در واقع چه لیبل هایی رو باید بزنه. بالاخره نمودار ستونی باید یه سری لیبل پایین هر ستون داشته باشه و من اونو اینجوری بهش معرفی میکنم. بهش گفتم کال نیمز این بخش از DF من، بخشش رو که قبلا گفتیم اینا حالا تابع جدیدیه، یعنی سرستون ها رو در میاره. من اینو اگه ران کنم سرستون های این بخش دیتا رو برای من مشخص میکنه، سابجکت A تا D. اینا رو لیبل قرار بده. مین در واقع عنوان نموداره که بهش میگم ماهشو بذار تو عنوان و لیبل محور X های من بهش میگم که سابجکت رو اونجا بزنه، توی وای هم اسکور بزنه، کالرش رو هم آبی آسمونی قرار بده. خب اینو که ران کنم این اتفاق رخ میده، یعنی این بار پلات تولید میشه و ذخیره میشه در متغیر پلات. اینو ران میکنم. خب این بار پلات ساخته شد و اضافه شد به این تصویری که من اینجا ساخته بودم. حالا من باید اون تصویر رو ببندم، یعنی همچنان نرم افزار منتظره که من یه چیز دیگه به تصویر اضافه کنم. اگه اینجا یه کد دیگه بزنم، یه نمودار دیگری رو رسم کنم، باز میچسبه به اون تصویره به همراه این. میتونم متن اضافه کنم یا هر کار دیگری. برای اینکه بهش بگم تصویر رو ببند، یعنی اینکه دیگه کار تمامه، این دستور dev off رو میزنم و
بدون خطا اجرا میشه. حالا من اگه بیام یه نمودار رو به من داده که با همون خصوصیاتی که گفتم، لیبل ها و اعداد رو از همون بخش از نمودار در آورده. حالا پس فعالیت داشتیم، فور لوپ رو میگفتیم دیگه. فعالیتی که در فور رخ میده تولید این نموداره. درست؟ حالا چرا این آی رو گفتم؟ چون میخوام از توی این دیتا فریم برای ماه‌های مختلف یه دونه نمودار به من بده. یعنی ماه اول بگه این 4 تا آزمودنی من وضعیتشون چی بوده، ماه دوم چی بوده، ماه سوم الی آخر. اون آیه برای اینه که این رو مشخص کنم. میخوام بگم ردیفش رو براش تعریف کنم. درسته؟ پس اول باید بهش بگم آی صفره. درست؟ خب اینجا این حذف شد. اول باید بهش بگم آی صفره و ازش بخوام برای این فوره، یعنی برای همه آزمودنی ها توی بردار آزمودنی این کار رو انجام بده. اینجا میاد آی یه دونه اضافه میکنه، برگشت پایین. خب اینجا تموم میشه دیگه. ببینید این در واقع علامتیه که این لوپ رو تموم میکنه، برمیگرده بالا، دوباره یه دونه به آی اضافه میکنه. آی هم که گفتیم شماره ردیفه، بنابراین میره در ردیف دوم نمودار رو میسازه، لوپ رو تکمیل میکنه در ردیف سوم، همینجور الی آخر. ما از این ساختار کنترلی استفاده میکنیم برای تولید نمودارهای خودمون. خب من آی تعریف کردم. این فور رو که اجرا کنم میبینیم که به سادگی اجرا شد، خطایی هم نداد. برای این فور این فعالیت ها رو انجام داد و اینم خروجیشه. در واقع 4 تا نمودار برای 4 ماه به من داد و با همون خصوصیاتی که براش تعریف کرده بودم. این از ساختار کنترلی فور و تولید چارت ها و نمودارهایی که ساده ترینش رو خواستم برای شما ارائه کنم. این از مهمترین و حالا شاید کاربردی ترین در واقع کاربردهای ساختارهای کنترلی بود در مدیریت دیتا. ما اومدیم ابتدا گفتیم که 3 تا ساختار کنترلی داریم. ایف الس رو توضیح دادیم، فور لوپ رو گفتیم و فور وایل و برای هر کدوم هم مثال هایی رو مطرح کردیم. توصیه میکنم که کد هایی رو که شما میتونید در کنار این ویدیو دریافت کنید رو وارد نرم افزار کنید، سعی کنید بخش های مختلفش رو ران کنید، تغییرات بدید. اگر با خطا مواجه شدید اصلا نگران نباشید، خطاها رو برطرف کنید. کمی در مواجهه با نرم افزار کنجکاو باشید، از این طریقی که شما با موارد مختلفی مواجه میشید، با مسائل و مشکلات و چالش هایی که باعث یادگیری بیشتر شما میشه. خیلی ممنونم از اینکه ما رو تا اینجا همراهی کردید. برای همتون آرزوی موفقیت میکنم و خدا نگهدار.